میدونستی کریپتو داره 10 برابر اینترنت سریعتر رشد میکنه؟ این یه انقلاب دیجیتال بزرگه که اگه ازش عقب بمونی انگار بزرگترین فرصت زندگی تو از دست بدی. زمان منتظر کسی نمیمونه. فرض کنید یه رمز ارز تو یک سال 500% رشد کرده باشه. این یعنی $1000 سرمایه اولیه و $5000 بازگشت. اما کریپتو فقط خرید و فروش نیست. با استیکینگ مثل این میمونه که شما سرمایه‌تون رو توی بانک بذارین و روش سود بگیرید و با ییلد فارمینگ انگار سرمایه‌تون و رمز ارزتون به جای خوابیدن براتون کار میکنه و درآمدتون رو افزایش میده. تا حالا هزینه حواله‌های بین‌المللی رو دیدی؟ بانک‌ها تا 6% کارمزد میگیرن و ممکنه چند روزم طول بکشه. اما با رمز ارز کارمزد زیر 1% و تو چند دقیقه جابجایی انجام میشه. این یعنی صرفه‌جویی بزرگ در وقت و هزینه. گفته بودم که کریپتو فقط درآمدزایی از طریق خرید و فروش نیست. الان برنامه‌نویسی بلاکچین یکی از پردرآمدترین شغل‌های دنیاست. یا حتی اگه برنامه‌نویسی هم بلد نیستی، میتونی از طریق بازاریابی، تحلیل رمز ارز و تولید محتوای کریپتویی کلی درآمد به دست بیاری. آمارها میگن تراکنش‌های NFT در سال گذشته به بیش از $10 میلیارد رسیده. برندهایی مثل نایک و گوچی توی متاورس زمین خریدن. تصور کن بتونی یه اثر هنری دیجیتال رو بفروشی یا یه زمین مجازی رو معامله کنی. دنیای کریپتو دنیای فرصت هست. اگر می‌خوای از این فرصت‌ها استفاده کنی، کلمه کریپتو رو کامنت کن تا ضربان بده.